شاید تو هم مثل خیلی ها هر روز با اضطراب، ترس یا حتی خشم و نگرانی بیپایان روبرو باشی. شاید بارها از خودت پرسیدی چطور میشه ذهنی آرام و نفوذناپذیر داشت؟ این ویدیو برای تو دوست من. قراره با هم قدم به قدم سفری رو شروع کنیم به سمت ساختن یه ذهن قوی، آروم و شکست ناپذیر. ذهنی که بتونه جلوی حملات بیرونی و درونی دووم بیاره و تو رو از درون قوی تر از همیشه کنه. همه چیز از اینجا شروع میشه که ذهن انسان برای بقا ساخته شده، نه برای آرامش. ذهن ما مثل یه آنتن دائما دنبال خطره. حتی وقتی هیچ خطری وجود نداره دنبال نقص‌ها و مشکلات میگرده، چون میخواد ما رو زنده نگه داره. ولی این ویژگی طبیعی ذهن باعث میشه در دنیای امروز که پر از اخبار منفی، فشار اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، مقایسه‌ها و توقعات بیپایانه به جای نجات ما رو شکننده و آشفته کنه. پس اولین قدم اینه که این حقیقت رو بپذیری. ذهن تو ذاتاً آروم نیست، اما میتونی آموزشش بدی که آرام باشه. ذهن انسان دو بخش اصلی داره. یک، ذهن منطقی که فکر، منطق و استدلال رو شامل میشه. دو، ذهن احساسی که هیجان، ترس، شادی و خشم رو شامل میشه. خیلی وقتا ذهن احساسی کنترل رو در دست میگیره و ذهن منطقی عقب میمونه. همین میشه که توی عصبانیت تصمیم‌های بد میگیریم یا توی ترس از فرصت‌ها میگذریم. آرام و نفوذناپذیر بودن یعنی یاد بگیری که ذهن احساسی رو آروم کنی و دوباره کنترل رو بدی به ذهن منطقی. تمرین 1، آگاهی لحظه‌ای. آگاهی یعنی بدونی الان چی داری فکر میکنی و چی احساس میکنی. خیلی ساده ولی عمیق. هر وقت احساس کردی مضطربی یا عصبانی، یه لحظه مکث کن و بپرس الان دقیقاً دارم به چی فکر میکنم؟ این فکر از کجا اومده؟ این تمرین مغزت رو از حالت واکنش سریع به حالت مشاهده منتقل میکنه. با تکرار این کار قدرت ذهن احساسی رو کم میکنه. بخش دوم، کنترل ورودی های ذهن. ذهنت مثل یه باغه. هر چیزی که واردش میکنی مثل دونه عمل میکنه. اخبار منفی، حرفهای آدمای سمی، محتوای بیارزش شبکه اجتماعی، همه بذرهای منفی هستن. پس سوال مهم، من هر روز چه چیزی رو میذارم وارد ذهنم بشه؟ تمرین دوم، رژیم ذهنی. برای 1 ماه امتحان کن. صبح به جای گوشی یک کتاب مثبت بخون. اخبار منفی رو محدود کن. با آدمایی وقت بگذرون که بهت انرژی مثبت میدن. نتیجهش میشه بعد از یه مدت احساس سبکی و آرامش میکنی، چون ذهنت از آشغالهای فکری خالی میشه. بخش سوم، تکنیک‌های آرامسازی ذهن. حالا وقتشه چند تکنیک خیلی عملی یاد بگیری برای وقتی که ذهنت پر از هیاهو میشه. تمرین سوم، تنفس عمیق. ساده ترین و قدرتمندترین ابزار آرامش، دم عمیق از بینی تا 4 بشمار، نگه داشتن نفس برای 2 ثانیه و بازدم آرام تا 6 بشمار. این کار سیستم عصبی تو از حالت جنگ و گریز به حالت آرامش میبره. تمرین 4، نوشتن. ذهن شلوغی رو دوست نداره. با نوشتن این افکار از سرت میره روی کاغذ. هر وقت استرس داشتی هرچی توی ذهنت هست رو بدون سانسور بنویس، بعد بخونش. ببین چقدر از این افکار منطقی نیستن. تمرین 5، مدیتیشن تمرین سکوت ذهنه. روزانه 5 دقیقه شروع کن روی نفس کشیدن تمرکز کن. قبول دارم که افکار میان سراغت، اما مشکلی نیست. فقط نگاه کن و بذار برن. بعد از مدتی متوجه میشی ذهنت کمتر واکنش نشون میده. حالا که ذهنت رو آروم کردی وقتشه که نفوذناپذیرش کنی. تمرین 6، باورهای قوی مثل سپر هستن. با خودت تکرار کن من ارزشمندم. اتفاقات بیرونی ارزش منو کم نمیکنه. هیچ کس قدرت نداره آرامش منو بدزده.
تمرین 7: مرزگذاری کن. با بعضی آدما کمتر در ارتباط باش. به بعضی پیام‌ها جواب نده. برای وقتت و انرژیت مرز بذار. این کار شجاعته، خودخواهی نیست. بخش 5: فلسفه ذهن نفوذناپذیر. بزرگان فلسفه مثل رواقیون میگفتن روی چیزی که کنترل داری تمرکز کن و بقیه رو رها کن. چیزهایی که کنترل داری مثل افکار، واکنش‌ها و نگرشت، و چیزهایی که روشون کنترل نداری رفتار دیگران، قضاوت‌ها و شرایط غیرمنتظره بیرونیه. وقتی فقط روی بخش کنترل پذیر تمرکز کنی ذهنت آرام میشه. بخش 6: عادت‌هایی که ذهن رو قوی میکنه. 1. خواب کافی داشتن. 2. ورزش منظم. 3. تغذیه سالم. 4. وقت گذرونی در طبیعت. 5. شکرگزاری روزانه. 6. مطالعه کتاب‌های عمیق. 7. یادگیری مداوم. تصور کن یک جنگجوی باستانی رو که باید جلوی حملات هزاران دشمن بایسته. سپرش چیه؟ باورهاش. شمشیرش چی؟ آگاهیش. و زرهش عادتاش. اون جنگجو تو هستی. هر روز با ترس‌ها، استرس‌ها، انتقادها می جنگی، ولی با تمرین و آگاهی کم کم می بینی خیلی چیزا دیگه اذیتت نمی کنه. ذهنت میشه یه دژ مستحکم. امیدوارم که این ویدیو کمکت کنه توی قوی ترین نسخه خودت باشی. یادت نره لایک کنی، سابسکرایب بکنی تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. توی کامنت ها برام بنویس کدوم تمرین رو از الان میخوای شروع کنی.